میخوایم بریم سراغ یکی از پرطرفدارترین رشته‌های حال حاضر، یکی از جوان‌ترین دانشکده‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر. رشته‌ای که این روزا به خاطر هوش مصنوعی اسمش حسابی سر زبون افتاده. دانشکده مهندسی کامپیوتر. جالبه بدونید که رشته مهندسی کامپیوتر قبل از سال 67 یکی از زیرمجموعه‌های رشته مهندسی برق بوده. تو سال 67 این رشته و این دانشکده به صورت مجزا و مستقل فعالیت خودش رو شروع کرد. تو طبقه پایین برای دانشجوها کمد گذاشتن که اگه خواستن وسایلشون رو قرار بدن. لابلای این دنیای کمدها کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها هم قرار داره. چیزی که خیلی نظر خودم رو جلب کرد اینه که دانشکده برای شرکت‌هایی که مرتبط با حوزه نرم افزار و سخت افزار هستن فضای کاری رو در نظر گرفته که دانشجوها پرقدرت به درسشون برسن و نگران شغل آینده نباشن. دانشکده کامپیوتر 5 آزمایشگاه داره که عمدتاً در آزمایشگاه‌ها سیستم‌های کامپیوتری رو قرار دادن که ابزار کار دانشجو هست. در مقطع کارشناسی رشته‌های مهندسی سخت افزار، مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطلاعات ارائه میشه. این دانشکده 25 عضو هیئت علمی و 600 دانشجوی مقطع کارشناسی داره. راستی به نظر شما بارزترین ویژگی فردی که رشته مهندسی کامپیوتر میخونه چیه؟ تو کامنت ها برامون بنویسید.